درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 12. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. شمس الدین احمدی آهنگر از بخاراست، اما تاریخش معلوم نیست. از آتشکده. گر درد کند پای فلک پیمایت، سریست در این عرضه کنم بر رایت. چون از سری دشمنت به جان آمده درد، آمد به تظلم که فتد در پایت. شهاب الدین احمد از بخاراست و تاریخ حیاتش معلوم نیست. از آتشکده. بناگوشی تو ای ترکی سمن سیمای سیمین بر، سمن را خاک زد در چشم و گل را چاک پیراهن. زنخدانی تو چون گوی است، چون چوگان تو را قامت. گریبانی تو پرماه هست و پرپروین تو را دامن. طاهر بخارایی مشهور به شیخ زاده از شعرای عصر نهم، از دولت شاهی. تا آرزوی آن لبی میگون کند کسی، بسیار غنچه‌وار جگر خون کند کسی. منعم مکن که هیچ بجای نمی رسد، سعی که در نصیحتی مجنون کند کسی. خلق ملامتم کند او، من بر این که آه از دل چگونه مهر تو بیرون کند کسی. دل می برند و یاد اسیران نمی کنند، یا رب مهوشان جهان چون کند کسی.
گفتی که طاهی را پی خوبان دیگر مرو. دیوانه را علاج به افسون کند کسی؟ ابوالقاسم بابور میرزا ابن بایسنقور ابن شاهروخ میرزا، وفاتش 741 در مشهد مقدس از دولت شاهی. در دور ما ز کهنه سواران یکی می است، وان کو دم از قبول نفس می زند نیست. این سلطنت که ما ز گداییش یافتیم، دارا نداشت هرگز او کاووس را کی است. دانی کمان ابروی خوبان سیه چراست، کز گوشه هاش دود دل خلق در پی است. دارد به زلف او دلی زنار بند ما، سودای کفر و کافری و هرچی در وی است. بابور رسید ناله زارت به گوش یار، لیلی وقوف یافت که مجنون در این حی است. از مجالیس نفایس ربایی. چون باده و جام را به هم پیوستی، میدان به یقین که رندی بالا دستی. جام است شریعت و حقیقت باده، چون جام شکستی به یقین بدمستی. سیفی بخارایی از شعرای عهد ابو سعید میرزاست. وفات ابو سعید 873 است. از آتشکده. آرزو دارد که بیند کشته آن بدخو مرا، وه که خواهد کشت آخر آرزوی او مرا. آه تا چند سخن از دیگران گوید و من، شاد سازم دل خود را که به من می گوید.
تا به نقدی جان من خباز من نام می دهد. عاشقی بیچاره نام می گوید و جان می دهد. از ردایف الاشعار محترم بخارایی. فدای یک خدمت گفتمش دل و جان است. خموش گفت که اینها به گفتن آسان است. دهان تنگ خود آن مه نمود و گفت به من گمان مبر که مرا از تو هیچ پنهان است. به وقت گریه خیالی لبی تو می بردم که ذوق می همه کس را بروز باران است. مرا که قطع تعلق زیار ممکن نیست، گذشتنم زی سری کوی او چی آسان است. زی بیم خلق مرو ز آستان او سیفی، چرا که بودن و نابودنی تو یکسان است. از مجالیس و نفایس میر علیشیر نوایی. دلا وصف میان نازکی جانان من گفتی، نکو گفتی حدیث از میان جان من گفتی. معما به اسم قبول. بس که دل هر دم به سوی زلف جانان می شود، تا دل خود جمع می سازد پریشان می شود. شرح معمای مذکور. مرادف دل قلب است. چون قلب دل خود را که واو است جمع سازد و پریشان شود، قبول می شود. زیرا از پریشانی قلب با واو جمع شده قبول به حصول می پیوندد. خیالی بخارایی شاگرد خواجه عصمت بخارایی است. از دولت شاهی. هر که زین وادی به کوی بخت و دولت می رسد، از ره و رسمی قدمداری و همت می رسد.
از خروشی کوسی شاخان این ندا آمد به گوش، کین سرا هر پادشاهی را به نوبت می رسد. فرصتی صحبت مکن فوت از پی مقصود خویش، حالیا خوش بگذران کان هم به فرصت می رسد. آخری سرچشمه وادی هجران بیش از این، تشنه لب منشین که دریاهای رحمت می رسد. از رهی خدمت خیالی عاقبت جایی رسید، هر که جایی می رسد از راه خدمت می رسد. از مجالیس نفایس. ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، خلق به تو مشغول و تو غایب ز میانه. گه معتکفی دهرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. تیر غمت را دل او شاق میشاند، جمع به تو مشغول و تو غایب ز میانه. جمع به تو مشغول و تو غایب ز میانه. غم و تکفی دیرم و گه ساکن مسجد، متکفی دیرم و گه ساکن مسجد. گمی که تو را می طلبم خانه به خانه، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. او خانه همه جوید و من صاحب خانه، خانه همه جوید و من صاحب خانه. مقصودی من از کبابو بود خانه توی تو، مقصودی من از کبابو بود خانه توی تو. مقصود توی کبابو بود خانه بهانه، مقصود توی کبابو بود خانه بهانه. تیر غمت را دل او شاق میشانه، جمع به تو مشغول و تو غایب ز میانه. جمع به تو مشغول و تو غایب
ابزی میانه گموتا که فیده رموگا ساکنی مسجد گموتا که فیده رموگا ساکنی مسجد یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه با خانه همه جوید و من صاحب خانه با خانه همه جوید و من صاحب خانه یعنی همه جا عکس روخی یار تواندی یعنی همه جا عکس روخی یار تواندی دیوانه نیم من که روم خانه به خانه دیوانه نیم من که روم خانه به خانه تیری غمت را دل او شاق نشانه جمعی با تو مشغول و تو ابزی میانه جمعی با تو مشغول و تو ابزی میانه گمو تکیفی دیرم روگا ساکنی مسجد گموتا که فیده رموگا ساکنی مسجد یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه با خانه همه جوید و من صاحب خانه خانه همه جوید و من صاحب خانه او خانه همه جوید و من صاحب خانه ریاضی سمرقندی از شعرای عصر نهم از یک بیاض دستخط ای پری از رخ برافکن طره طرار را تا بکی بر روی مصحف می نهی زنار را غیر چشمم چکره آب نمی ماند کسی روز هجران بر سری بالین من بیمار را ای گل آخر تا بکی باشی به دعوای رخش دم ز یک رنگی زن و از پا برآر این خار را طاق ابروی تو می خواهم به محرابم چه کار کفر باشد سجده کردن صورت دیوار را تا ریاضی را به محشر نامه طاعت بود می برد در صفحه دل نقش خط یار را امیر علیشیر نوایی
در مجالس و نفایس حکایت می کند که ریاضی این مطلع را از شعر خودش خواند. مطلع: ستاره است در گوش آن هلال ابرو، ز روی حسن به خورشید می زند پهلو. فقیر گفتم که در میان دو مصرع یکی رابط در کار است، بنابراین این بیت را به این طریقه تغییر داده شود: ز روی حسن در گوش آن هلال ابرو، ستاره است که با ماه می زند پهلو، هر آینه خوبتر می شود. اما ریاضی شوریده راهی مجادله و مکابره را گرفته. در حقیقت بعد تصحیح امیر علی شیر نوایی، بیت مذکور به غایت دلربا شده. به فکر من نمونه ادبیات تاجیک بهترین نمونه سیر ترقی ادبی تاجیکان است. استاد عینی برای یافتن بعضی از نسخه های خطی شاعران تاجیک بسا روزها که در بدر و کوچه به کوچه رفته تا آن را یافته و به دست آورده و در نتیجه زمینه حاضر برای تنقید و تحلیلات ادبی تاجیکان آماده نموده. می سال 1926 مسکو، ابوالقاسم لاهوتی. شنونده های ارجمند، شما گفتار 12 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی.